محصولات آوند رو پینچ والوها تشکیل میدن. حالا نمیشه گفت همش رو، ولی یه بخش عمده‌ای هست و این یکی از والوهای بسیار استراتژیک و مورد نیاز صنایع معدنی کشور بوده. تا چندی پیشم، تقریبا 3-4 سال پیشم، اینا فقط از خارج تامین می‌شده و ما تو این چند ساله موفق شدیم که تقریبا هم تمام انواع این رو تولید بکنیم، یعنی پینچ والوهای پنوماتیک و بدن بسته و بدن باز، هم اینها رو مجهز بکنیم به عملگرهای برقی و هیدرولیکی و پنوماتیکی که بتونیم تمام نیازهای مشتری‌ها رو تحت پوشش قرار بدیم. جدیداً هم به هر حال والوهای نیوماتیکی رو ما جدیداً اضافه کردیم. والوهای الکتروموتوردار و با عملگر برقی رو هم طبق درخواست تو صورت نیاز مشتری، اینها همه طبق اطلاعات خود پروژه تامین میشه. خدا رو شکر میتونم بگم که شاید بیش از 70-80% معادن کشور رو در حال حاضر ما تحت پوشش داریم